شادروان یکی از پایه‌گذاران صنعت تئاتر و سینمای تاجیک، هنرپیشه مردمی تاجیکستان صافی الجان تویبای و در یک واقعی گفته بودن که بچه هم برای اختیار 24 ساعت این کم، برای اختیار 27 ساعت 28 ساعت لازم. اگر که پول گفتی همون روز مردگی روزت، بچه جان ماه هشکتی بی پول کار کردگی، سوارای پیاده گشتگی. و چه خیلی که یادآور میشم، باز روانشان شد بود استاد عادل جان نظر، وقتی که ما را به کار قبول کردم، همون سخن آن کس هیچگاه از خاطر من نمی رود که بچه جان کار سخت می خپید، از پشت پول نمی دوید. اگر شما کار سخت خپید، همین خیلی خریدار بسیار میابید که پول از کفای شما آمدن به اسپید نمی کند. گفته و میکنم برای همون از فرصت مناسب استفاده برده میگم که مردم شهر خوجند، مهمانان خوجند شهر مرحمت به نمایشنامه های دلپذیر ساحل سیر، زیرا تئاتر شما، تمامی هنرمندان برای شما ما زحمت میکشیم.